سلام دوستکای شیرین ما. امروز آمدیم راههای قانونی و راههای غیر قانونی آمدن بلایستان پولند براتون بگویم. خب اول از خودم شروع میکنم. راهی که آمدم غیر قانونی بود، اما ما براتون میخوایم بگویم آمدن بلایستان اصلا نیاز به این نداره که راههای غیر قانونی و راههای بسیار دشواری را سپری بکنین مثل ما، چون ما راه دیگه بجز از این نداشتم. اما شما میتونین راه قانونی رو پیش بگیرین و رقم ویزاها وجود داره به خاطر آمدن بلایستان یا پولند و شرایط بسیار سختی هم نداره، به خاطر که لهستان یک کشوری است که تازه رو به انکشاف شده و تازه پیشرفته و دست گرفته. به او خاطر آمدن به اینجا بسیار کار ساده و آسان است. البته به کشور افغانستان یک ذره آمدن راه قانونی محدود است، اما به کشورهای مثل ایران و کشورهای مثل ازبکستان، تاجیکستان آمدن به اینجا مثل آب خوردن است. اما و شما بعضی از راهها را میگم برای افغانای خود ما که بتونن اینجا به شکل راحت و آزاد آمده بتونن. اولین راهی را که شما آمده میتونین ویزای مهمان است، یعنی شما اینجا باید کسی را بشناسین که شما را به شکل مهمان دعوت بکنه، که این کار هر کسی میکنه. کسایی که حداقل 5 سال اینجا سپری کرده باشه اونا میتونن به شکل آزاد و آسان شما را اینجا درخواست بدن و به شکل مهمان اینجا بیارن. خب این اشخاص میتونه صاحب کار شما باشه، میتونه که رئیس دفترتان باشه، میتونه دوستتان باشه، میتونه همسرتان باشه، میتونه خانومتان، شوهرتان و حتی نامزادتان باشه، و یا هم میتونه فقط یک شخصی باشه که میخواد شما بیاین و ازش دیدن بکنین. اصلا فرقی نمیکنه. هر آن کسی که میگم فقط 5 سال در کشور پولند یا لهستان سپری کرده باشه میتونه به شما به شکل آزاد براتون درخواست ویزا بده و میتونه شما را اینجا دعوت بکنه. خب به خاطر ادامه صحبتام میتونین پارت بعدی را تماشا کنین و راههای دیگه که دایتون میگم میتونین گوش بکنین و هر کدومش که مناسبتون بود میتونین انتخاب بکنین. لایک، سابسکرایب